آنقدر هم آسان نیست. تو کیستی؟ جناب، داغو فرمود که تا حجت‌هایتان را به من نسپارید این بنا را ترک نمی‌کنید. هیچ کس حجت ها را گرفتن نمیتواند. پس از اینجا برآمده نمیتوانید. ماشینم کجاست؟ شما دیگر ماشین خدمتی ندارید جناب. درا در فیته چه هست که؟ بسیار چیزها دارد میمتی. این نسخه یگانه است؟ امیدوارم. ما باید زود واخوریم. یگان مشکلی است؟ مشکلی خیلی کلان. من در آفیسم، بیا. خوب، در راهم. ابله ناعهده برا.
چرا نظامیدین او را دستگیری کرد؟ نظامیدین میگویم او سر اول عقیده دیگر داشت. او چرا از فکرش گشت و پولاد را دستگیری کرد؟ شاید یگان احساسی داشت. این چی احساسی پیشکی است؟ تو برای چی انگشترین قرخانه را به پولاد دادی؟ نه ساموئل، نه لازیو، نه من نمیتوانستیم که چنین برانه باشیم. ساموئل بودن میخواست اگر یکی از 3 نفری ما بران میشد آنگاه شورا بر هم میخورد. اگر همه همین طور ادامه میافت ما برای امنیتمان مسئولان را تعیین میکردیم. تا جایی که فهمیدم این نظام الدین بران بودن نخواست. درست، این خطرناک است، لیکن این طور بهتر است. او شما دوستان و دشمنانتون رو خوب میشناسد. بخبرید که دشمن رو میترساند. پولاد این صفت ها را دارد. با تو راضیم. شاید الحال به کارهای شورا آنقدر هم صرفم نرود، لیکن ما برای او باید تنها یک کار بکنیم، درباره تمام واقعه روی داده نقل کنیم. باور دارم که نظام الدین بران را راهبری کردن میخواهد. آنی که راهبری میکند او بران است. بیا همراه سر و گشت کنیم. نه، من مادرم رو تنها گذاشته نمیتوانم. با مادرت بیا. نمیتوانیم، همه چیز در اینجا نهایت پیچیده گردیده است. شما با اون جوان چیکار کرده؟ با کدام جوان؟ با اون مافیازی سیپو. او یک دوست دختر دارد. من خیلی افسوس میخورم. خفه شدن لازم نیست. تو رو میدونی. او کیست؟ عروس سابقه اکام. همه در حقیقت خیلی پیچیده. تو هنوز هم در مورد مرگ پدرت چیزی نفهمیده؟ این باز کیست؟ تو در همینجایی سفیه. یک پیام غلطی اومد. چی می نویسد؟ او کیست؟ می نویسد که آیا من در مورد مرگ پدرم خبری پیدا کردم نمی؟ وای کیست آخر؟ من از کجا میدونم که او کیست؟ تو کیستی؟ ببخشید، من خطا کردم. خوب، یک پیامی غلطی اومد. من علامتنامه شما را از نظر گذراندم. نوشته شده است که شما در کانادا قرار دارید، لیکن وقت شما ترکیه است. من در ترکیه هستم. شما اگر در استراحت باشید و شما مصلحت میدیم که در میدان سلطان احمد سیر و گشت کنید. با فکرم زیباترین ستون یابود در استانبول است. تشکر. من با پولاد زیستن نمیخواهم، لیکن به فکرم مجبورم. دخترم این چی گپ است؟ چرا مجبور هستی؟ مادر نظیفه، گپ سری آن است که پولاد برای دزدیده شدنم در تشویش است. بانو نظیفه، تو چرا ضد هستی؟ آنها شاید در مورد فاتحه فکر میکنند. هرگز چنین نیست مادر. البته این تو برگشت علی قابل قبول نیست، اما آنها را آرام گذارید. بگذار جوانان خودشان قرار برارند. لیکن نقطه نظری ما هیچ اهمیتی ندارد. ها؟ هنوز خانه پیدا نکردند. پگاه چند خانه رو از نظر میگذارونیم.
تو چی میگویی حکمت؟ من چیزی نمیگویم مادر نظیفه. аз нуқтаи назари амният ин тавр беҳтар аст, аммо аз нуқтаи назари ҳаёти шахсӣ ҳатто намедонам ки ин ба чӣ оварда мерасонад ва ин ҳолат маро ташвиш медиҳад. чӣ хел? агар бигӯям ки ба ӯ ба шавҳар мебароям, он гоҳ маро фавран раҳо мекунед? ҳама аз ин суханон вобаста аст. دخترم باز قاعده و انعنه ها نیز هستند آخر. مادر علی با من پیشنهاد ازدواج کرد و رفت. دخترم طور عمل بکن که ضرور میشماری، اما انتظار نباشد که من آن چیزی رو که نادرست میحسابم دستگیری میکنم. مادر نظیفه درست هست یا نه؟ اما بسیار چیزهایی هست که شما نمیدونید. مادر برای چی نمیدونیم؟ درست است یا نه؟ من خوبتر میدونم. من قرارم رو برآوردم. من میکوچم. تمام. با شما خیر و خوش میکنم. бачаҳо, шумо хато мекунед. дар мошинфурӯшӣ пули хуб кор кардан мумкин аст. мо магар ба ин сарфаҳм меравем? ту ба ошхона хуб сарфаҳм меравӣ, Аднан? на ошхона, балки тарабхона. боз ин ки ба ғайр аз ман инро ки мефаҳмада? Ман як шабакаи комил инҳо эҷод кори ман, мекунам. Аднан. мошин, шабака, мехи чӯбин, ин ҳама барои мирзоданд. ман бо бензин машғул мешавам. интихобат бад недоған. ман агар ба кори дилхушкунанда намерафтам низ бо бензин машғул мешудам. пули тоза мегирию мефурӯшӣ. албатта ака, ин кор ягон мушкилӣ надорад. якчанд зарфҳоро дар замин гӯрон ва оромона бифурӯш. худо ба мо кӯмак расонад. ҳарчиро интизор будам, вале инро аз ту интизор набудам. Эрҳан, чаро ин тавр мирзод? қаҳвахонаи шантан мекушоӣ ва гулчанбарҳои дӯстдоштаатро меовизӣ. он услубдон ба ту таъсири бад расондааст. сафсата нагӯй мирзод. ту боз ҳам ҳарзагӯӣ мекунӣ. ман барои пул кор кардан талош намекунам. аз ҳаёти дунявӣ лаззат бурдан мехоҳам. ту чӣ кор мекунӣ, Содиқ? ману ӯ ҳамкорем. ӯ аз ман дур шуда намехоҳад. ин кор аз дасти як кас намеояд. бо чӣ? ба мубодилаи азъор машғул хоҳем шуд. шумо ҳеҷ кори ҷиддие интихоб накардед. ягон таътон як танга ҳам кор карда наметавонед. акам вақте шунавад танҳо маро таъриф мекунад. гӯш кунед, мубодилаи азъор чӣ бадӣ дорад? дӯстони азиз, бо таассуф ба шумо хабар медиҳам ки интихоби мо сахт фарқ мекунад. фавран мегӯям ки шуморо ба муассисаам ба кор намегирам ва гап сари он низ нест ки пул кор кардан лозим аст. муҳим ба даст овардани одамоне ҳаст ки пул доранд, эҳтироми онҳоро ба ҷо овардаанд. аммо шумо оё дар ин бора фикр мекунед? ака, ту ба одамонамон фармудӣ ки бо ягон коре машғул шаванд, аммо онҳо ҳеҷ тасмиме гирифта наметавонанд. آنها بمان میمتی. بگذار روند و خطا کنند. بگذار فرق میان درست و خطا را بینند. بگذار فهمند که زندگی تنها از کشتار و زنازنی عبارت نیست. بعد چی؟ بعد آنها برگشته می آیند. لیکن اگر به آنها حاضر کار کردن را منع کنم، آنها به این تاب نمی آرند. چون آدمانی عادی زیستن خیلی دشوار است و برای یاد گرفتن آنها مجبور می شوند که به بالای خسکشک پای گذارند. بهتر می دانید که اما همه‌شان در ابرها پرواز می کنند. این طور باشد از پسشان نظارت کن میمتی. بگذار در موردی همه کارشان به تو گزارش دهند. ака, бо духтарак чӣ кор мекунем? ӯ то ҳанӯз чизе нақл накардааст. الحال نمیدونم عبدالحی، اما او ما را باید نزد روس‌ها برد. صبر میکنیم بعد همش روشن میشود.
خوش آمدی. تشکر. قرار دادی که از من شروع کنی؟ بله. ساموئل چی؟ او آخرین می شود. طوره که خواهی. من دیروز به صحبت کمی تیاری دیده بودم. معلوم می شود که بسیار چیزها را فراموش کردم. چقدر قاعده و آیین و مراسم، آدمان، مناسبت ها. مرا نترسانید. من کی هاست که تو را ترسیده دیدن می خواهم. اما تا حال موفق نشدم. من اکنون ترسیدم. این بهتر است. من اکنون به این دنیا نه یگان چیز میدیم و نه چیز میگیرم. بر زمین مردم بگذار به زیا کار کنند و خودم نیز باید بفهمم که زیا در اصل چگونه است. پدر، تو برای چی قرار دادی که کشتی ها رو فروشی؟ آیا از چنین کار هم به نفقه می روند؟ لزیا همیشه اولین بود نسرین. پدر، تو چی نقشه داری؟ نیتی دیدن دنیا را دارم. اگر نیمی آن را بینم که کشتی هایم دیدن برایم کفایه است. پدر، اگر خواهی دنیا را همراه تماشا میکنیم. پدر، تو اگر در حقیقت در این باره فکر داشته باشی آنگاه همه خواهند گفت که لزیا تسلیم شد. آنها فکر میکنن که تو خسته شده ای. آنها به ما از چهار طرف فشار میارن. دیدی؟ تو گفتی که من خسته شدم و هیچ چیزی به عمل نآمده است. پدر، چرا نمیخوایی که من کارهایت رو راهبری کنم؟ خودت میدونی که از اجرای همه کار میبرایم. میدونم از اجرایش میبرایی، لیکن میگویند که لزیا خسته شده است و کارهایش را به دخترش سپرده است. در این عالم کسی شبانه فرمان روایی میکند، روزانه نمیتواند. گپ زن پسرم، طوری که هست بگوی. هرگز این را به زبان نآوردم. حتی نمیدونم که از چی سر کنم. عمر پدر، تو به من کم راز دل میکنی حکمت. این به کارهای عشق و محبت دخل دارد. این به اینجا چی دخل دارد عمر پدر؟ عمر پدر، من دیگر مشکلات دارم. کارهایم خوب نیست. قرضهایم خیلی افزوده است. پسرم، کدام قرضها؟ اندازها، اجاره، نیروی برق، آب، حتی برای جای هم، حتی برای چای هم اکنون قرض دارم. شما برای من کمی پول قرض دادن نمیتوانید عمر پدر؟ آیا برای پرداخت آنها قرض گرفتن ممکن است؟ من آخر چیکار کنم؟ چقدر است پسرم؟ 9 میلیارد برای نجات میدهد عمر پدر. من از کجا این پول را میگیرم؟ در علاوه یک قطعه زمین است که
به من از پدرم میراث مانده است. در دامنه کو نمیدانم که برای آن چقدر پول میدن. خواهی آن را فروش. اوف من اگر آنقدر که گپ میزدم کار میکردم در این دنیا ثروتمندترین میشدم عمر پدر. راست میگویی پسرم. ما این مغازه را فروختنی نیستیم، لیکن اگر خواهید که مغازه‌تان را در یگان جایی کشایید ما کمک میرسانیم. در یک ماه چند پول کار میکنید؟ خدا را شکر هیچ کمبودی نداریم. عوضنمایی میکنید؟ عوضنمایی؟ اکا ما به این کار مشغول نیستیم. آفرین. اکای پولاد هم نمیخواد که ما با چنین کارها مشغول شویم. چنین فعالیت چقدر ارزش دارد؟ همراهی تمامی ماشین هایش. اکا اگر از 5 میلیون دلار کمتر پردازی آنگاه کارت پیش نمیرود. این به 5 میارزد؟ میارزد. خوب. با ما برای کار نیت دارم که این را بخرم و شما 5 میلیون میدیم و این همه از من است. لیکن اکا تو با دستی راستی اکای پولاد بحث میکنی؟ کلیدها را گذار. لوحه را خودم عوض میکنم. برادر این تجارت 7-8 میلیون دلار ارزش دارد، اما چون جای خوب است و ما 8.5 پیشنهاد کردن، ما ارزانتر ندادیم. چرا اینجا را میفروشید؟ اکا به کارهای ما خلل میرسانند. این کار نهایت تازه است، اما آن افلاس های زیاد دارد و این گرفتار شدن نمیخواهیم. لیکن ما میتونیم گرفتار شویم. 8 میدیم. اعتراض نکن. برادر باز 500 علاوه بکن. اگر پول نقد باشد پس چرا نه برادر؟ شما با اینجا پول زیاد گذاشتید. آیا آدمی که خوردن می آید میبیند که چگونه میز و کرسی هایند؟ برای آدمان ایمیج مهم است. گوش کن، اگر جای مناسب مهیا کنی آنگاه مردم رفتن نمیخواهند. برای آنها مهم این است که غذای لذیذ بخورند و استراحت کردن هم ممکن باشد. تمام و سلام. اصلا درست میگویید. غذا اگر به آنها پسند آید آنها باز میآیند و در اینجا استراحت خواهند کرد و رفتن نمیخواهند. چای را در دیگر جای در روی کرسی های خوب و نرم نیز نوشیدن ممکن است. مثلا در خانه هم ممکن است که اکا ما آدمان را جلب کرده نتونستیم وگرنه جایمون خیلی خوب است. البته شما از اجرای این کار نبرآمدید. من برای این مکان به تو 250 میگم. اکا میلیارد هم کم است. من به تو در مورد دلار میگویم. این هرچند کم است لیکن از یگان چیز شروع کردن لازم است. این مؤسسه نه از ما بلکه از برادرانمان است. اکا اگر نخواهی تماما پول ندی اکای پولاد تاجی سری ماست. تو چرا در نظر داری شغال؟ با اینجا برای با تو شوخی کردن اومدم. وظیفه ما شروع کردن فعالیت است. برای کار. تشکر. بچه هایی که اینجا کار میکنند به کار خوب سرپا میروند. خواهش میکنم آنها را از کار جواب ندید تا که به شما کمک رسانند و بیکار هم نمانند. تعلیم خوبشان دادم. بیگانه سرود خونده خر بیگانه رو میجوید. ما با آدمان خودمون کار میکنیم. خودتو میدانید اما آیا یگان نفری ما به این کار سرفهم میرود؟ خودمون باید به این سرفهم رویم صادق. باید با آدمان خودمون کار کنیم. دیگر یگان چیز را به من حل نکن وگرنه خفه میشوم. خوب میلش. فکر میکنی که با پولی کم کار خواهیم کرد و 50 و 100 دلار مبادله میکنیم؟ با پولی کلان کار خواهیم کرد. خیلی زیبا. اکا شما باید نام زیبای فکر کرده یابید. گلو گفتن ممکن است؟ اکا مردم فکر میکنند که این میخانه است. با من گوش کن. فکر میکنی که من با این سرفهم نمیروم؟ من با بزرگترین کارخانه در ترکیه کار خواهم کرد. من چی دهاتی ام مگر و در پس خزینه خواهم نشست. این جای برای من چون زینه پایه بالا برایی است. آغاز گوارای حیات دنیوی. من آرزوهای کلان دارم. جناب نقشه مؤسسه را به ما دهید. ما برای آن نظام کاملا امنیتی تهیه میکنیم. در نظام شما نظارت ویدئویی هست؟ تهیه میکنیم جناب. شما این را پیش هم میکردید؟ نه لیکن ما برای این تمام تکنولوژی را داریم. این طور باشد. تشکر به شما. دفعه دیگر رو میخوریم.
خدای من. تو از آب سیر نشدی؟ با کامپیوتر کار کردم مادر. الیف امروز می آید؟ نمیدانم، او به من چیزی نگفت. من با او زنگ نزدم. شاید باز یکان حادثه روی داده باشد. چی هم روی داده میتواند؟ تو با الیف مناسبتی خوب داشتی. چی حادثه روی داد؟ یک حادثه روی نداده است. تنها من مناسبتی او و پولاد رو غلطی می حسابم. چرا غلطی می حسابی؟ مادر، به هر حال او با برادری من فاتحه شده بود. الیف با آنها مبارزه میبرد و عین زمان میکشد که با پولاد باشد. من این رو نمیفهمم. شاید برای همین هم اف پنهان شده میگردد. گروه های هستند که با ما کار میکنند. ما مخصوصاً گروه های بزرگ جنایتی را در شهرهای کلان زیر نظارت نگه میداریم. این روی خط را به تو میدیم. محمد قرخانلی با هیچ کس از این روی خط معاشرت نکرده است. رابطه بین آنها را من و یا یگان کسی دیگر تامین میکردیم و بعداً اگر خواهی من میتوانم این رابطه را ادامه دهم. آنها به بودجه شورا چه سهم میگذارند؟ پولهایی که برای عملیات محلی به دست می آیند در یک سال تخمینا 1.5 میلیارد دلار. سهمی نسبتاً کلانتر پول از عملیات محلی به دست آورده می شود. از طریق ترساندن همه را در کوچه زیر نظارت نگه داشتن خیلی مهم است. این پول برای شورا آنقدر هم مهم نیست، مخصوصا در دوره برانه تو. این نیرو 100% زیر نظارت ما خواهد بود. خیلی خوب. برای بخطری شورا و همچنین اعضای آن، مخصوصا برای بخطری قرخانلی، شخصا من جوابگر بودم. اکنون آدمان من به این کار مشغول میشوند. در اینجا روی خط آدمانی است که زیر حمایه شورا قرار دارند. معلومات درباره هر نفر تا به حیات شخصی آنها و تمام دیگر جزئیات و از جمله درباره من تنها در مورد این نگرانی دارم آدمان دیگر این وظیفه ها را بازی میگیرند، آنگاه بعضی مشکلات میتوانند پیدا شوند. کدام؟ این به اصل آنها داخل دارد. اینها آدمانی هستند که از کوچه و محبس ها آمدند. اینها میتوانند که اعضای شورای ما را خلل‌دار سازند. آدمانی من زود یاد میگیرند. من محافظه را به آدمانی باور کرده نمیتوانم که نمیشناسم. مخصوصا محافظت تمامی بینای شورا را باید زیر نظارت میمتی قرار دهید. لطفاً این را تشکیل کنید. طوری که خواهی. در این پرونده روی خط شخصیت های اساسی ترک موجود است و درباره آنهایی که تو باید بدانی. صاحب کاران، سیاستمداران، مطبوعات، بیوروکراتیا، هنرمندان، همه. در پرونده در مورد هر کدام آنها معلومات شخصی است. این معلومات نامه برای برانشوی تو حل کننده می‌گردد. کی به چی توجه دارد، کی کدام ضعیفی‌ها دارد، صاحب کار با کدام هنر پیشه وا می‌خورد، در پس بیوروکرات کدام سیاستمدار ایستاده است و صاحبان تمغه‌های مالی کی به اسب سواری میل دارد، کی مصنوعات عتیقه را دوست می‌دارد، کی هم جنسگرا است، کی فرزندان غیر نکاحی دارد. این پرونده چند میلیارد دلار نیست؟ آن بی‌بها است. آماده اید که با آنها با یک زبان گپ زنید. با من هیچ کار کردن لازم نیست، تنها در جایهای گوناگون سیر و گشت کردن. این کاملا برای من نیست. تلف کردنی وقت است. تو در پشت دری بسته قرار داری. اگر خواهی میتوانی این دنیا را اداره کنی، لیکن اگر
300 نفر را اداره کرده نتوانی، آنها این دولت را اداره میکنند. محمد قراخانلی یک مشاور شخصی داشت، به زبان امروزه لایف کوچر. گفتن ممکن که او همه آن چیزی را که به حیات اجتماعی دخل دارد معین میکند. لایف کوچر با تو همه آن چیزی را که ضرور است نقل میکند. دوزنده، استاد آرایش، سرتراش و پرهیزشناس را انتخاب کردن لازم است. ایمیج خیلی مهم است. ارمنی، ولنتینا، پیر، این تمغه ها را پوشیدن لازم است و یا از متاهای مخصوص در نزد دوزنده های انفرادی لباس بدوزد. دوزنده از فرانسه می آید. متا باشد از ایتالیا، پای پوش کار دستی از ایتالیا. وقتی که به خارج سفر میکنی در مهمانخانه های معین توقف میکنی. در پاریس پلازا اتینیا، در لندن دالچه، در نیویورک پلازا، در امستردام بیلیکس. برای طبابت به بیمارخانه های شخصی طبی خواهی رفت که در فرانسه، شاتلندیا و آلمان جای گیرد. مصنوعات عتیقه و یا مجموعه رسمها را جمع آوردن ممکن است. با طور دوره‌ای در آثارخانه ها پیدا شدن خوب میشود. لایف کوچر و تو تکیه میکنید که در کدام چهاربینی ها پیدا شدن لازم است. تو باید خانه‌ات را عوض نمایی. البته در مورد بی‌خطری خودت قرار خواهی برآورد، لیکن آن باید خیلی زیبا باشد و تو باید فوراً پذیرایی تشکیل نمایی. با پروفسور فخری یکی از دانشگاه‌ها دوستی کردن لازم است. مطبوعات در مورد این چهاربینی باید واقف کرد. سر و لباس و نمود ظاهری تو باید تأثیر بخش باشد. با کارهای خیریه مشغول شدن جای تعریف نیست. همراه با دیگر صاحبکاران شما مؤسسه های خودت را خواهید ساخت. خوب می شود شما اگر مکتب و بیمارخانه ها سازید. مردم تو را باید چون رابین بود قبول کنند. نه، این تکلیف خوب است. از ثروتمندان ستاندن و به فقیران دادن. طبیعی است که این همه یک دروغ کلان است. همه از یک کنار طوری خواهد نمود که گویا از ثروتمندان میگیریم و به فقیران میدهیم. خوش آمدید. خوش باشید. چه حال دارید؟ تشکر، خوبم. تشکر برای کاریکاتوره هایی که فرستاده اید. یک فرمایش مخصوص کردم. شما با وقت خواهید آمد. شما نهایت لطف میکنید. امیدوارم که آن چیزی که نقل میکنم از آن چیزی کلیش نقل کرد خوبتر خواهد بود. گوش میکنم. این مردم خوب درک نمیکنند. شاید کسی هم جرأت نکند که فکرش را بگوید، اما این به شما خلل نمیرساند که بعد چند سال یکی از ثروتمندترین صاحبکاران و اندازسپاران در این مملکت خواهید شد. حکمتکه اگر پول می داشتم از تو پنهان میکردم.
با خدا قسم که خودم هم در قرض بودیدم. خوب من تو رو میفهمم. تشکر به تو. وضعیت بد باشد میتوانم قرض گیرم. لازم نیست. راه دیگر رو میازماییم. باید یکون چاره یابیم. احتیاط باشید، احتیاط. آهسته، با دقت. کمی راستر. بله بله، انا همین طور. باز کمی دیگر. نه اونقدر نه، کمی بچه. نغز نگاه دارید. ها، انا همین طور بهتر می شود. از کجا به کجا میرزاد؟ از یاور به سردار. روید و 40 شتر ذبح کنید. به فقیران تقسیم کنید. برادر، در استانبول از کجا 40 اشتر گیره؟ با سردار ایراد نگیر. 40 اشتر گفته. گوسفندان را در نظر دارم. کمی با سرتون تحلیل کنید، فکر کنید. اکا من کمی تحقیق گذراندم. در ترکیه بنزینی تازه نیست. آنها با آن بایاری مخلوق کننده آب همراه میکنند. اما این ساختاری آن را ویران نمیکند. از 100 تنها 200% چنین عمل میکند. باقی مانده ها تشویش نمیدهند، وگرنه از این هیچ نفع نمیبرداری. ما از کجا محلول کننده میگیریم؟ برادر، دولت خریدی آن را نظارت میکند، نه به همه وارد کردن آن را اجازت میدهد. با کی اجازت میدیم؟ چی پیشنهاد داری؟ یک فکر دارم برادر. برای به دست آوردن محلول کننده ما باید کارخانه استحصال رنگ شویم. محلول کننده یکی از جزهای اساسی آن است. عملاً میتوانیم که بناها را رایگان رنگ کنیم. اگر لازم آید تمام پیاده راه‌های استانبول را رنگ میکنیم، لیکن محلول کننده را برای بنزین استفاده خواهیم برد. نمیشود. کوپروک و پیاده راه‌ها را رنگ نخواهیم کرد. چشمی دیدن ندارم. رنگ‌ها را بهترش به فقیران دهید. بگذار خانه‌هایشان را رنگ کنند. مایلش. اکا این ژان پیر است. یکی از مشهورترین آشپزهای فرانسه، افتخاری دولت است. نه، او با من پسند نآمد. اکا او در مسابقه ها مدال گرفته است. گوش کن، تو با مردم مدال خوراندنی هستی، مگر او با من پسند نآمد. خوب مایلش، تشکر به تو. ببخشید چی؟ بیرو. بیرو. یعنی او باید از اینجا رود. فهمیدم اکا. پسرم تو کیستی؟ او به طعم‌های شرق دور بهتر از همه سرفهم می رود. این لی است. چی است؟ گوش کن، آنها سگ‌ها را برای گربه ها میکشند و با آنها آدمان را میخورانند. رو با تو جواب بیرو. گوشو. نوبتی بگذار درآید. نخود که یگان نفر را با نام عادی پیدا کردن نتوانستی. معلوم نیست که کی را از کجا گرفته. اکا نوبت ایتالیایی است. آنا این تفکر با ما مانند است. آنها نیز مثل ما نان و مکرون میخورند. این مردم میدونند که گرسنگی چیست. همین است ایتالیایی؟ اکا عکسش در مقاومه یکی از مجله های مشهورترین دنیا چاپ شده بود. بگذار در آبی گازدار نشرش کنند. باور دارم که او را از ایتالیا پیش کردند. او از ایتالیا است مگر؟ او با قصاب ما کامل مانند است. نه نمیشود. جواب. صورت حسابای زیاد پیدا کردن. احتیاط شو که باز یکون مشکلی سر نزند. نه اکا، باز کدام مشکلات؟ پولها را دادند و باقی مانده ها را گذراندند. پیرمیاز، این آخر پولی حقیقی است، قلبکی نیست ها؟ حقیقی، نگر. در آنجا نوشته شده است الله یعنی خدا. وقتی که موسم حج شروع میگردد ارز رو پیشتر میخریم. من با این کار مشغول نمیشوم. این به ما ضرر میرساند. خوش آمدی جناب یزیدین. جناب ایران، این رفتار برای چی؟ بعد معامله ها روید از اینجا. من آخر از شما خواهش کرده بودم که از جناب یزیدین دور نشوید. نگفته بودم؟ مرحبت. از ویروس ها نه تشکر. من درباره شما بعضی گپ ها شنیدم جناب یزیدین. میخوام تابستان یک چیزی کشایم. با معما گپ نزنید، صبر ما رو نآزمایید جناب یزیدین. من و شما همراه یک چیز ایجاد میکنیم. جناب، میدانم با شما چی نقل کردن، لیکن من تنها کار میکنم. شریکان لازم نیستند. شریکی؟ شما اگر صاحب دشمن شدن خواهید پس شریکی پیدا کنید. من هم با کسی همکاری کردن نمیخواستم. برای همین شما مدیری من میشوید. غیر امکان است. امکان دارد جناب. این حاضر من جنابم.
باز اندکی اینجقی میکنی و میبینی که من چه خیلی خراب میشوم اگر لازم آید. وقتی که به این طرف می آمدم کتابی رو در مورد دموکراتیا خواندم. یزیدین به نظر بگیر که تو همه رو از دست میدهی. تو ما رو به عالم دنیوی راهنمایی میکنی. در آنجا آدمانی هستن که من با آنها شناس شدن میخواهم. جلسه ای پسرم پولاد امروز شاید با آخر نرسد. آن همیشه چنان طولانی است پدر عمر. تشکر برای چای. نوش جانتان. پسرم به او میرسانی که من در آمده بودم؟ میرسانم. چیزی لازم باشد کمک میکنم. همه کارها خوبند. تنها اینکه کیها ندیده ایم. پرسیدن خواستم که چه حال دارد. سلام برسان. خوب. مرا گسیل کردن لازم نیست. خیر، خوش باشید. من آن آدم را پیدا کردم. پاسبانان روس رو؟ بله اکا. در اصل برایم دشوار است چون که نمیفهمم که پولاد از من چی میخواهد. تمام خانه ها رو دیدم، با اونی که من خودم رو تصور میکردم تماما مانم نیستم. شما خانه میجویید؟ خانه رو من میجویم، او باشد وقت ندارد. شما همراه زندگی میکنید؟ نه. ما برای اپامان خانه ای از لحاظ امنیتی با اعتماد میجوییم. همه کار کمی به طرز دیگر است. برای طور تشکری زیاد. اگر اجازت دهید میتونم کمی سیر و گشت کنم. البته. احتمال او کمی رشک میکند. با فکرم این از رشک کمی فرق میکند. یعنی چی خیلی؟ آدمان نه همیشه تغییرات رو قبول دارند. در زندگی ما شفتگی ها زیاد روی دادن، لیکن ما این همه دیگرگونی ها رو با آسانی قبول کردیم. صفیه افی رو در نظر دارد. علی، الیف، تو چی فکر داری؟ آیا مناسبت ها رو با دیگران آغاز کردن درست است؟ مناسبت ها؟ تو آیا با پولاد وا نمیخوری؟ نه، وا نمیخوریم. لیکن فکر میکنم که علی به این دخل ندارد. اوه، این مردها عجیب. آیا حیات زن چنین غلطی و نامعین میشد اگر مرد نمی بود؟ شما باره فکر نکردید؟ در کجا میگردی ارهان؟ آقا من با مؤسسه مشغولم. خیلی زود به این کار گذشتید. آقا فکر میکنید که این کار آسان است؟ این مگر بد است؟ بیا اینجا بشین. امیدوارم که این میرزا درباره من یکون گپی بدی نگفته است. ما طرف حقوقی شورا نیستیم و طرف انرژیتیک نیز. اگر بر روی خط نظر اندازی، بعضی ها میتوانند که تاثیر رسانند، اما قراره که ما میبراریم در مردم انعکاس میگردد. مخصوصا در حقوق شناسی ما میتوانیم آن را برای هدفهای خودمان استفاده بریم. شما در اینجا همش را میبینید. استانبول چند اندازه بلند باشد، انقره همان اندازه عمیق‌تر است.
خود دولت در اون جایگیر است. حکومت البته اون را راهبری میکند، اما حاکمیت اساسی در دست دیگران است. چون این مفهومی چون دولت عمیق وجود ندارد. دولت تا اندازه‌ای که به این امکان دارد عمیق است. ما با کدام نقطه‌های دولتی رابطه داریم؟ به همه‌شان. لیکن وظیفه اساسی ما همراه با آنهایی که قدرت اصلی را در دست دارند در گروه فشار بودن است که به دولت، حاکمیت و مردم تأثیر می‌رساند. این را چه خیلی باید فهمید؟ مثلا ما یکان چیزی می‌خواهیم، در انقره آن را کردن دشوار است، اجرایش به تأخیر می‌افتد. در این لحظه سموئیل به بازی وارد می‌گردد. او از طریق بیرژه با فریبگری آغاز می‌کند، باز به آن طوری که اقتصاد می‌تواند که در آستانه شکست قرار داشته باشد. انقره باشد خواهش‌های ما را اجرا می‌کند، البته همراه با فایزها. مثل بحران سال 2001. عیناً همین طور. خب شما چی کار می‌کردید اگر پرزیدنت کنستیتوسیا را هوا نمی‌داد؟ یگان چیز دیگر فکر می‌کردیم. سروزیر عطسه داد، زکام شد، فشار خونش بلند یا پست شد. مهمش زمینه آماده باید کرد. در بیرژه در 1 ثانیه پول را گرفتن ممکن است. 2 سال پیش ما از نقطه نظر اقتصادی به انقره تاثیر بیشتر داشتیم، لیکن متاسفانه محترم قرخانلی از باعث بعضی حالتها ضرر کلان دید. اگر اجازه دهید من برای علاقه با انقره جواب دادن می‌خواستم. زید نیست. من مصلحت و توصیه های شما رو شنیدن می‌خواستم. البته در این نقطه که ترکیه امروز رسیده است، نیروی اساسی سعودی با شهروندان عادی محدود گردانده شده است. اگر به سود بین المللی عاید به حقوق انسان در این مورد سرمایه بین المللی علاقه کرده شود، پس این صرف بیهوده‌ای وقت است. در ترکیه اکنون کسی توکل نمی‌کند. ما با شرکت‌های بین المللی حقوقی عقد و پیمان می‌کنیم و مشکلاتمان را حل و فصل می‌کنیم. و البته در سود تنها به طفیل نیرو می‌توانید پیروز گردید. و البته با آنکه شما با کدام شرکت حقوقی کار می‌کنید، با کدام ادوکات‌های جهانی شما گلف می‌بازید و با کدام سوده‌های جهانی شما معاشرت می‌کنید. اینجا روی خط آنها است که لازمه؟ بله. ما در اروپا مخصوصاً تواناییم. برای چی ترکیه مثل ما مقتدر نیست؟ چون که ما دنیا را می‌دانیم. ترکیه این را نمی‌داند. ترکیه حتی مشکلات داخلیش را حل کردن نمی‌تواند و آن نمی‌خواهد که نفری به آن دخالت کند. لیکن ما باشیم، مسئله هر نوعی هم نباشند، مجبوریم که آنها را حل و فصل کنیم. با قضاوت به این رسم شما مافیازی را به وظیفه بران انتخاب نموده می‌خواهید که نقطه نظر جامعه را تغییر دهید. کلیچ قسماً در این باره به شما نقل کرد. لیکن مهمتر از همه شما سرمایه خارجی را به ترکیه می‌آورید. این چه خیلی ممکن است؟ چون که ما خودمان همان سرمایه خارجی هستیم و پولهای واقعی ما را زیر نامهای سرمایه گذاران خارجی قانونی گردانده. ما آنها را به ترکیه انتقال میدیم چون که نسبت به کشورمان جای فایده آورتری نیست. تمام تفصیلات در اینجا آورده شده است. در ترکیه هرگز سوال لاوگی نخواهند داد و در مورد منبع درآمد نیز نمیپرسند. به ثروتمندان نگرید که امروزها در روزنامه‌ها درباره‌شان می‌نویسند. شما چند نفر آنها را در روزنامه‌های 10 ساله‌های پیش دیده می‌توانید؟ به من انا چی عجیب است. شما یک ادوکات مشهور هستید. شما در دانشگاه درس می‌دهید و حقوق‌های آدمان را حمایت می‌کنید. شما مشاوری حقوقی چندین عائله‌های ثروتمند میباشید، لیکن همزمان ادوکات مافیا نیز هستید. ناوابسته به این همه به شما چه میسر میگردد که احترام جامعه را نگاه دارید؟ هر یک انسان
حتی انسان بدترین هم حقوق مقدس برای حمایت دارد. این قدسیت نسبت به من همیشه احترام را به وجود خواهد آورد، چون که روزی به همه این حفظ لازم می شود و همه برای آن که هیچ چیز روی ندهد می خواهند که آنها را ادوکات بهترین حمایت کند. من باشم همان بهترین هستم. تو نمیایی؟ همینجا برایم بهتر است. شما روید، من میایم. خوب شده است. با تو چی شد؟ خسته شدم. این خانه آخران است، رفتیم ببینیم اگر پسند آید اجاره میگیریم. خودت بین. با تو چی شده است ایرین؟ با خودت چی روی داده ایستاده است اپا؟ تو با من بودی وقتی که مرا میدزدیدند. اپا من در آنجا بودم لیکن در پهلویت نبودم. اما اکنون دویمو با تو خواهم بود. اما نظری آدمان و گپ‌هایشان مرا تشویش می‌دهد. گویا که با اکای پولاد دوستانه در یک جا زندگی می‌کنی. تو گپ‌های احمقانه میگویی. خدایا چرا زنها در پیش توانمندان سجده میکنند؟ اصلا این خانه زیباست و به شبه عالی هم نیست، لیکن کمی جزئیات میتواند به آن راحت اضافه کند. خوب میلش موافق است. من دیگر خانه ها را از نظر گذرانیدن نمیخواهم. با تو چی شد؟ پولاد، ما خانه پیدا کردیم و فکرم اینجا بد نیست. من خیلی شدم، لیکن به نظر میرسد که تو چندان شاد نیستی. من شاید خسته شدم. عجیب، بانو الیف قرار داد که ناز و نوز کند. پولاد، به اینجا آمده میتوانی؟ عزیزم من کار دارم، دیرتر میایم. التماس. خب 10 دقیقه میرسم. اکا چرا تو این طور میکنی؟ ما میکردیم. چه کار کنم؟ بعضن مجبور میشوم که خودم کار کنم. دخترک چند روز باز اینجاست و سخنی نگفته است. حاضر او را وادار میکنم تا سخن گوید. باز ما چی کار کنیم؟ یک چیزی هست با مثل فشار روانی، باز طرز گفتگویی نیز هست. علم جنایت شناسی هم هست و او حاضر مثل بلبل با سرودن میدراید. این رو بینه ده، من گرفتنی نمک رو فراموش کردم. رفته بیار. اکا من از اینجا رفته نمیتونم. کار رو بکن که من با تو گفتم. نمک گفتم پس نمک بیار. گفتم که بخور شو پس بخور شو. غیب زن زود باش. اکای میماتی چی؟ خودم با او صحبت میکنم، تشویش نکش.
агар ягон ҳодисае рӯй диҳад, ана силоҳ дорам. моро 10 дақиқа танҳо гузор. дар урфият мегӯянд ки дӯстони қадимӣ наметавонанд душман бошанд. چه حال داری خانم نینا؟ شنیدم که از غذا دست کشیده ای. گل من، تو اگر غذا نخوری بیمار میشوی. ارهان دفع شو از اینجا. چقدر زیشت. تو این خیل پلیدانه رفتار کردی، لیکن من آیا با تو این طور صحبت کردم؟ شکنجه این جنایت علیه انسان است. خودت رو عذاب نده. آنچه که لازم است به من بگو و ما تو رو رها میکنیم. این مکان برای یک مدت موافق است. برای زیست دائمی یگان مکان دیگری خواهیم جست. برای من هیچ اهمیتی ندارد. این تنها یک خانه است. آیا این طور ممکن است؟ تو در اینجا مهمون قبول خواهی کرد، با آواز بلند خواهی خندید. ها بله. نیلیف، چرا ناراحتی؟ مرا با آتش کشیدی بیرون کردی و باز پرتافتی پولاد. کدام آتش؟ من از گپ و پرسش دیگران عذاب میکشم. خیر، این آدمان چی میگویند؟ میگویند که من با پولاد چی میشوم؟ تو مگر نمیگویی که بین ما عشق است؟ علی جاندن چی میشود میپرسند آنها؟ این ریلتورها چه اندازه کنجکاوند؟ ریلتورها اینجا چی دخل دارند پولاد؟ میفهمم. من چه هم میگویم ملیف؟ من چی کار کنم؟ چه عملی انجام دهم؟ مناسبت های بین هر دویمون را به کی فهمانم؟ پولاد مرا هرگز نپرتو، همین برایم کافی است. یعنی تو خوردن نمیخوایی؟ نمیخواهم. گوش کن، تو اگر بخوری و قلم یگون چیزی نقل کنی، وعده میدهم که کسی به تو دست نمیرساند. سخنی من این سخنی اگه پولاد است. تو از اینجا رفته میتوانی. تو این رو با من چه خیل توانستی ارهان؟ من چه کاری بدی کردم؟ تو خودت گناهگاری. شین با جایت برگرد نینا. من آخر تو رو سخت دوست میداشتم. دروغ میگویی. اگر دوست نمیداشتم تو رو کایها میکشتم ارهان. من هدف تو نبودم، وگرنه تو مرا میکشتی. نه. در اینجا چی گپ است؟ تو چرا این خیلی نزدیک آمدی؟ اینجا آخر کامیرا نیست، همین طور نه ارهان؟ نیست، لیکن میتوانست که باشد. نمیدونم. از برای خدا این طور نکن ارهان. نه. با من کیش گفتن لازم نیست. ما در مورد چیزهای گوناگون گپ میزنیم. تو اسیر هستی، من باشم.